به نام خداوند بخشنده مهربان پاینده باد ایران، سلام و درود عرض میکنم خدمت ملت شریف ایران و خدمت نیروهای مسلح ایران، هم از ارتش، سپاه، بسیج، نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی و همینطور عزیزانمان در جبهه‌های مقاومت در حزب الله لبنان، در یمن، در عراق و فلسطین و همینطور نیروهای بازمانده در سوریه. من شعیب بن صالح ثانی، فرمانده لشکر 8 امام زمان و با نام دکتر مسعود رضایی برجاوند، دبیرکل حزب جمهوری‌خواه ایران و رئیس تشکیلات مخفی ایران، بازوی اطلاعاتی عملیاتی حزب جمهوری‌خواه ایران شناخته می‌شوم. ضمن اعلام همدردی با هموطنان عزیزم در شهادت بسیاری از فرزندان دلاور این مملکت در ارتش و سپاه و نیروهای مختلف مسلح و همینطور شهادت جمعی از این دوستان و همینطور شهادت بسیاری از هموطنان عزیزمان از زن و کودک و پیر و جوان، ضمن اعلام همدردی و تبریک و تسلیت به خاطر شهادت این عزیزان، مطالبی رو امروز بیان میکنم که این مطالب توسط دستگاه امنیتی یا دیپلماتیک ما نادیده گرفته شد و ما حملاتی رو دیدیم که نباید میدیدیم. در ابتدا قبل از اینکه به اصل مطلب بپردازم، ممکن است بعضی از افراد و مزورین در دین اعلام بفرماید حضرت صاحب الامر امام زمان علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، با کسی دیدار نمی کند، نمیدانم در غیبت هستند. ایشان در میان جامعه در طول دوران بودند، اما ظهور علنی که مردم به صورت همگانی بتوانند ایشان را ببینند، نخیر، این اتفاق نیفتاده. اما بسیار بسیار به آن زمان نزدیک شدیم و این تاریخ را خداوند بهتر می‌داند. تخمین‌هایی است که ما هم نیز بر آن واقف هستیم، بسیار نزدیک شدیم در رابطه با همین امر که بعضی ها بیایند بگویند دیدار نمی کند و شما فرمانده لشکر 8 امام زمان هستید و سبب تفرقه و فتنه انگیزی در کشور ما بشوند. به آنها میگویم امام زمان دیدار می کند. در طول تاریخ نیز با افرادی که برای هدایت بعضی از امورات مسلمین لازم بوده است و حیاتی بوده است دخالت کردند و شما در برخی از حکایات و خاطرات افراد یا قبل از وفاتشان یا بعد از وفات یا شهادتشان این رو خبردار شده اید و خوانده اید. و مسئولیت دارم که ایران را تبدیل به ابرقدرت کنم. مسئولیت گرفتم که ایران را در برابر متجاوزان محافظت کنم و این دشمن سرکش، کودک کش، نسل کش، نژاد پرست، برتریجو، پیامبر کش را بر سر جایش بنشانم. و وظیفه من این است. وظیفه من این است که برای شما تا زمان ظهور آقا امام زمان جامعه را رقم بزنیم که الهام بخش باشد در میان جوامع مسلمین و غیر مسلمان. لذا در اولین گامی که باید این مطالب رو در اختیار شما قرار بگذارم و حیاتی است که هر گونه سهلنگاری در اجرای این فرامین سبب می شود که صدماتی بخورید که این صدمات ممکن است جبران ناپذیر باشد. تندی زبانم را هم ببخشید، من عادت به چاپلوسی ندارم و از چاپلوسان نیز خوشم نمی آید، از آدم های متملق نیز همینطور، و نه برای شما ملت عزیز ایران نه برای دولت مردان چاپلوسی نمی کنم، زیرا ما سرسپرده عطر گل زهراییم و آقایمان هم مشخص است. به همه ارکان که دل در گرو ایران، اسلام و مردم و خلق خدا دارند احترام می‌گذاریم و کرامت انسانی آنها را رعایت می‌کنیم. بعضی از مزوران و ریاکاران
با خواندن چندین رکعت نماز گمان میکنن که به درجه پیغمبری میرسن و به خود اجازه میدهند هر کسی رو مورد عتاب و خطاب قرار بدن. حکایتی رو تعریف کنم به شما. در روسی که اسرائیل به ایران حمله کرد، ما به دلیل اینکه برخی از ارتباطات رو با فرماندهانی که حتی با امام در ارتباط بودن، مثل جناب شهید سرلشکر پاسدار، جناب آقای حاجی زاده، ما تصویرشون رو هم منتشر کرده بودیم. شاید آن زمان بعضیا فکر می‌کردن این یک نوع تبلیغ است و فلان. نه، اشارتی بود که ایشان مسئولیت هواپیمای اوکراینی رو بر عهده گرفتن، در صورتی که ایشان مقصر نبودند و خود کشور اوکراین سیاست‌هایی رو در پیش گرفته بود که این اتفاق بیفتد و خودش هم محکوم شد در دادگاه‌های بین‌المللی. این به خاطر اینکه بعد از شهادت ایشان احقاق حقی بشه، بعد از حقوق ایشان این رو اعلام میکنم. و در همان روزهای اولیه حمله ایران ما تلاش کردیم که با ارکانی از ارتباط برقرار بکنیم که به آنها مشاوره بدهیم که چطور دفع بلای دشمن بکنند. ولی جالب آنجا بود که بنده که شخصا 72 ساعت نخوابیده بودم و نقاط ضعف خودمان را و قوت خودمان را برای بازطراحی مدیریت صحنه جنگ آماده می کردم، خواستیم مشاوره بدهیم. به ما هم میگویند سلام نماز چیست؟ میخواهیم نجاتشان بدهیم، به ما میگویند سلام نماز چیست؟ گمان نکنید آنهایی که در میدان نبرد بودند، نه، آنهایی که در پشت سرشان عکس حسین بن علی و کربلا رو میگذارند، بر سرشان میزنند یا حسین، اما دریغ از آن که بر سر دشمن بزنند بگویند یا حسین. به این مزوران میگویند. خداوند از میزان عبادت و پذیرش خلوص نیت شما خود آگاه است. شما لازم نکرده عیار دیگران را با سلام نماز بزنید و این کافی است برای آنها. اما بنا به حرفی که به آقای امام زمان فرمودن و فرامی که ایشان به این جانب ابراز داشتند و فرمودند حد و حدود الهی را رعایت بکنم و از ملاک انسانیت رها نشوم و این دشمن را بر سر جایش بنشانم و مشکلات اقتصادی سیاسی شما ملت ایران رو و همینطور نیروهای مقاومت رو مرتفع کنم. دستوری که گرفتم به آن هم به خاطر این حرف بود. گفتم الا به ذکر الله تطمئن القلوب. حتی در نمازهای شبمان نیز دیگر کفاف نمیدهد یا ذری زهرا. و ناراحت از حرفهایی بودم که همانا افراد هم در میگفتن سلام نماز چیست؟ انسان که 72 ساعت نخوابیده بپرسن ازش سلام نماز چیست؟ ناراحت به سمت ایشان رفتم و گفتم که دیگر تحمل این اوضاع حتی با الا به ذکر الله تطمئن القلوب نماز شب هم دل آرام نمیگیره. حکم ما در برابر این متجاوزان چیست؟ آیه روشن واضح: در برابر ظلم هر که سکوت کند دشمن ساکت است. حرف حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و به حساب آنها رسیده خواهد شد و در برابر هر ظلمی باید ایستاد. حکم گرفتم که به شما یاری کنم. به امروز حالا من از روی متن نمیخونم، اینجا چندین مطلب رو یادداشت کردم که به شما بگویم، فراموش نکنم تا در آینده به صورت مفصل در خدمت شما باشم. اما سخنی که در ابتدا باید خطاب به نظامیان گفته شود، چون این امر مهم است
و بعد به دیگر ارکان بپردازیم. یک، اولا شخص خود بنده، عزیزان ما در نیروهای مسلح و مردم حتی گوش بکنید. 1 سال پیش شخصا به نزدیک 1 سالش تمام نشد، 10 ماه، شاید 9 ماه پیش به سفارت ایران در آنکارا مراجعه کردم و لیستی به آنها دادم و با چندین برگ گزارش که در آن لیست افرادی که لیست اولیه ترور بود، لیست جانبی هم آمد یا لیست اصلی. از آن لیست تروری که به آنها دادیم و به آنها اعلام خطر کردیم و آنها ترتیب عمل نپوشاندند، حال به منافع شخصی یا خیانتکاری یا هر عامل دیگری، سبب شد ما حمله به ایران را شاهد باشیم. ما مساعدت‌هایی را به آنها انجام میدادیم که این حرکت یعنی حمله به ایران هیچ وقت شاید اتفاق نمی‌افتاد. سهلنگاری‌های خودتان را بر مبنای خواست و مشیت الهی قرار ندهید. ما اجل هم داریم، اجل معلق هم داریم. شما وقتی دنبال حقایق نمی روید، پیشگیری از درد و مصیبت نمی کنید، به بلا هم دچار خواهید شد. خداوند در آیه قرآن است، یونس اگر اشتباه نکنم آیه 100، که میگوید آنهایی که درس نمیگیرند، مفهومش این است، و عقل خود را به کار نمیگیرند و تدبیر نمیکنند، خداوند بدترین ها را بر سرشان میآورد. ما لیست را به آنها دادیم، آنها ترتیب عمل قرار ندادند. آقایون وزارت امور خارجه که لم میدند و آفتاب میگیرند و از بیت المال حقوق میگیرند ولی برای این مملکت کاری انجام نمیدهند، شیک و پیک کت و شلوار میپوشند، اما دریغ از آن که انسانی در آن لباس باشد، تشریف ببرند بازجویی استنتاق بفرمایند که چرا جامه عمل نپوشاندن، یا منعکس نشد، یا اگر منعکس شد کدام جاسوسی ترتیب عمل نداد، بگیرند و بازداشت شد. ما شهیدانمان را، یا بهتر بگویم عزیزانمان را، از سر راه پیدا نکردیم، چه دانشمندان هسته‌ایمان، چه فرماندهان نیروهای مسلحمان را، که سهلنگاری شما آنها را یک شبه به باد دهند. ما 40 سال زحمت میکشیم که یک دانشمندی بیاید و ما ثمره علم او را استفاده بکنیم. میتوان، این حرف رو بارها گفتم، ما میتوانیم برویم تجهیزات رو یک شبه بخریم و بیاریم و مستقل بکنیم، اما ما نمیتوانیم یک شبه یک دانشمند بسازیم. 40 سال 50 سال طول میکشد تا طرف علمهای اندوخته‌اش تبدیل به میوه‌هایی بشود که از ثمره آن بقیه دانشجویان و اساتید هم بهره‌مند شوند. لذا خیانت این عزیزان قابل جبران نیست، اگر عمدی باشد. اگر سهوی باشد که جاهل و کسی که سهلنگاری کرده است نمیدانم شما چگونه میخواهید مجازاتش بکنید. ما از این حمله خبر داشتیم، حتی حمایت‌های لازم رو هم خواستیم بکنیم. گفتیم اگر جنگنده میخواهید برایتان میخریم. از چه میخواهید برایتان؟ ما گفتگو میکنیم، میخریم برایتان. رابطتان را بفرستید. رابطتان باید مرتعد افرادی که ما اسمشان را خطاب قرار داده این باید باشد، یعنی مرتعد سلامی، حاجی‌زاده و چند تن از ارتشیان باشد. تشریف بیاورند و آن فرد و ما بهشان بگوییم. اتفاق نیفتاد و بارها باز رفتیم، آنها از ما فراری بودند، هم سفیر هم مسئول امنیتی سفارت خبر داشتن از این حمله. این حمله قرار بود همان 8 ماه گذشته، 9 ماه گذشته، شاید هم 6 ماه گذشته اتفاق بیفته، ولی کارهایی که ما کردیم و تشکیلات ما انجام داد و نیروهای امام زمان به تعویق افتاد و نتیجهش روزی شد که به ما حمله شد. و مطلب دیگه ای که باید به خدمت
نیروهای مسلح بگویم. به عنوان شعیب ابن صالح ثانی فرمانده لشکر هشتم امام زمان باید به شما بگویم ائمه و پیغمبر عظیم شأن اسلام نیز تابع دستور خداوند است و بیانات خداوند و آن بیان وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. و طبق این دستور خداوند من فتوای آقای خامنه‌ای را در ساخت بمب هسته‌ای ملغا و لغو شده اعلام می‌کنم و وجاهت شرعی و همینطور دوام شرعی این حکم و فتوا را لغو می‌کنم. حکم من حکم حضرت صاحب الزمان است و دستور دارم به شما این رو از طرف امام زمان بگویم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. فتوا باطل و ملغا شد. دومین چیزی که به شما نظامیان باید بگویم، شما سپاهیان و ارتشیان هر دو بازوهای یک پیکرید. منافقین مسئولین سرسپرده در طول این سالها تلاش کردند بین شما نفاق ایجاد کنند. ایجاد این نفاقشان هم به گونه‌ای شده که تبعیض در حقوقها، تبعیض در درجات، تبعیض در برخوردها، تشویقها و حتی تنبیه، که شما گمان بکنید که سپاه سگولی است و ارتش خلافه، در صورتی که همه اینها توسط همان رژیم صهیونیستی و سرسپردگان سیاسیشان صورت پذیرفته. شما سرسپردگان نظامیش را دیدید، با آنها روبرو شدید و صدماتی که به پدافند ما وارد کردند، حملاتی که در ترور دانشمندانمان انجام دادید رو دیدید. اما هنوز این سیاسیون رو نگرفتید و آنها رو ما خواهیم گرفت با کمک شما. اینا سعی میکنند بین شما فتنه بیانگیزند و شما را با وعده و وعیدهای خاص جذاب فریب دهند که اگر فریبشان را بخورید، آخر سخن مختار ثقفی که یک روایت واقعی است و من از زبان حضرت صاحب الامرین رو شنیدم، برای شما رقم خواهد بود. کسانی را که با نام سلطنت طلب، مجاهد، سلطنت طلبی که شاهزاده‌اش حضرت منتظر السلطنه‌اش دست در دستان یهود برای نابودی مام میهن اقدام کرد و توجیهات من درآوردی را ابراز کرد. حکم قرآن هم در رابطه با کشورهایی که با یهودیان مراودات دارند معلوم و مشخص است. هر کسی، خداوند در قرآن رسما گفته است هر گونه ارتباط با یهودی قوم بنی اسرائیل ممنوع است و هر کشوری، هر شخصی با این افراد دادگستری کند از آنها است و نصارا را هم به این اضافه کرده است و به شما توصیه کرده است و امر کرده است که از یهودی و نصارا دوست نگیرید. ما بهتر می‌دانیم یا خدا؟ خدا بهتر می‌داند. پس دستور هم قابل اجرا است. کشورهایی که با اسرائیل رابطه دارن، رابطه تجاری دیپلماتیک، از آنها هستند. شما نمیتوانید با آنها دوست بشید. خداوند نگفته با بیدین رابطه نداشته باشید، گفته با یهودی و نصارا کمی تلطیفتر شده، یعنی میتوانید علمی یا بعضی از مراودات داشته، اما اکیداً از رابطه با یهود شما را
منع کرده است. آیات قرآن هم ارتباطهای مختلفی با هم دارند. هر آیه در آیه دیگر یا در سوره دیگر با آیه های دیگر در ارتباط است و شأن نزول آنها و همینطور اینا رو باید بدونیم و معنای هدایتگر آن در ظاهر برای افراد عادی است و معنای انکشافی و پیدا کردن ارتباطات معنایی و اسرار آن بر عهده علما است، دانشمندان است. مطلبی هم که باید به شما بگم، دنبالش میگردم که اون چیزایی رو که به شما بگم، بعد بریم دنبال راهکارها. سرتیترهای رو گفتم چون از روی اینها نمیخوانم برای شما هیچ وقت، یعنی عادت ندارم چیزی رو، فقط سرتیتر رو مینویسم که بتونم مطلب رو جمع بکنم. در رابطه با تجهیزات نظامی، عزیزان نیروهای مسلح، شما در چینش پدافند دچار مشکل هستید. روش‌هایی رو به کار میبرید که این مربوط به دکتریان گذشته است یا منسوخ شده. ما شیوه‌هایی رو به شما یاد میدیم که چینش رو این مدلی انجام بدید و الله هر سیستم دیگری هم بروید، از حتی خود آمریکا خریداری بکنید، بیایید مستقل بکنید، از پدافند خودتان بهتر نخواهد، وضعیتش دچار هم خواهد شد. شما مشکل تجهیزات ندارید، مشکل در آموزش دارید، مخصوصا بچه‌های سپاه پاسداران. آموزش ندارید و این آموزش ضعیف دارید و این سبب میشه که شما تجهیزات خوبی در اختیار دارید اما نمیتوانید به صورت بهره‌مند، بگن که بهره بر از این استفاده بکنید. با بهره بری بالا نمیتونید استفاده بکنید و ما به شما یاد خواهیم داد این کار انجامید، چون اینو باید رفت بکنید. دوم چیزی که هر تجهیزاتی یا تسلیحاتی که میخواید بخرید، به شما اگر نمیدهند به ما بگویید، بخواهید، ما هموارش میکنیم. ما میدانیم چطور با آنها حرف بزنیم و از آن کشور برای شما در سریعترین زمان ممکن اینها را تهیه بکنیم و همینطور متقاعد کردن آنها با ما. خیلی چیزا هست که آن کشورهایی که نمیدهند به شما اگر بدانند اطلاعاتی را که ما میدانیم به شما خواهند داد. هر چیزی بخواهید، نمیدونم از چین J20 بخواهید، J35 بخواهید، اگر نمیدهند به شما باز به ما بگویید، ما برای شما آن راه را میگیریم، نگران نباشید. ولی باید بعضی چیزها روشن شود. در رابطه با استفاده از توان دفاعی شما، ببینید هرچه سریعتر باید به باز آماد شدن یا بازآوری توان دفاعی من قبل از جنگ و حتی افزایش آن اقدام بکنید. این هم نیاز به اقداماتی داره که باید برطرف بشه. دومین چیزی هم که هست، هر تجهیزات توی هوایی پدافندی رو که میخواهید، اگر دولت میگوید بودجه ندارید، به آنها یک جواب بگویید شعیب ابن صالح ثانی گفت شما نگران بودجه‌اش نباشید، ما میدانیم از کدام مدل اقتصادی استفاده بکنیم که شما در بازپرداخت آن دچار مشکل نباشید. حتی ما فروشندگان را کاری میکنیم که برخی از این تجهیزات رو هم به صورت رایگان بشون. ببینید ما میدانیم چه کار میکنیم و خوشبختانه حضرت صاحب الامر هدایتمان هم میکند و خود خداوند نیز گشایش افکار را به ما اعطا کرده است. لذا اصلا فکر پولش را نباشید، بخواهید ما به شما یاد خواهیم داد چطور تسویه حساب مالی این کار را انجام بدهید. بخواهید حداقل برای شما 300-400 فروند هواپیما خریداری بکنند. در کنار این بعد بر روی پروژه های ملی خودتان با توان بالاتر، با هدف صنعتی شدن اقدام بکنید. هواپیمای ملی، برای ساخت هواپیمای جنگنده ملی هم به شما بازم کمک میکنه، بازدارنگی رو به دست بیارید.
ولی اقدام اولیه این است که هرچه سریعتر در کمترین زمان ممکن نیروی هوایی و پدافند ما تقویت بشه، چون جنگ دوباره شروع خواهد شد. اسرائیل دست از این حمله نیمه تمام بر نخواهد داشت. حتی حکومت سقوط کند، باز حکومت دیگری هم بیاید بر فرض محال، باز دست از سر ملت ایران بر نخواهد داشت، چون دشمنی آنها با ایران است و تا ایران تجزیه نشود مشعله و چراغ روشنایی در خاورمیانه خاموش نخواهد شد. به خاطر همین است و 1/5 خاک ما را جزو سرزمین موعود خود می‌داند. این در رابطه با ایشان. اما مطلبی برای نیروهای سیاسی، مخصوصا آقای رئیس جمهور باید بگم. جناب آقای رئیس جمهور، جناب پزشکیان، شما گویا به اصول دیپلماتیک واقف نیستید، یا نمیدانید یا سهوا یا عمدن علیه اقتدار و امنیت ملی ایران حرفهایی را میزنید. میخواید بروید مذاکره بکنید. مذاکره با چه کسی؟ برای چه هدفی؟ شما نرفته به مذاکره، شکست خورده اید. رفتن به این مذاکره تحت چنین شرایط خیانت است به وطن. اگر شخصی بداند بالاتر از او کسی است هم از نظر علمی و توانمندی، تعهد، شایسته بر آن مقام است، از جای خود برنخیزد و جای خود را تسلیم به او نکند، هم به کشورش، به وطنش، هم به ملتش و هم به اسلام خیانت کرده و هم به مسلمین. اگر بلد نیستید استعفا بدهید بروید، یا نمیخواهید استعفا بدهید لااقل بپذیرید حرف راست را، راه درست را یاد بگیرید. والله هر روز میروید اینجا آنجا یه بیاناتی از امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایید که نشد برادرم. کارهای شما نتیجهش تجزیه طلبی است. اقدامات شما نهایتش از بین رفتن امنیت ملی و همینطور بازدارندگی نظامی ایران است. ما به سفارت گفتیم که شهید رئیسی رو چه کسانی کشتن، حتی برخی از افرادی که زنده ماندن رو زنده سوزاندن. یا متوجه نیستید به جاهایی که نباید بروید تشریف میروید، مینشینید، میگردید، میخندید. صحنه سیاست یک مملکت ملعبه دستان افراد بی سواد و بی دانش نیست. آقای پزشکیان، شما چنان با افراد سیاسی و خبرنگار صحبت میکنید گویا ما یک ملت ضعیف، نمیدانم لعیم، بدبخت و بیچاره ایم. گویا ما به دشمن حمله کرده ایم. وارونه جلوه میدهید، حرفهایی را میزنید که حرفهای نمیخوام از این لفظ استفاده بکنم و نمیکنم الان، ولی این قابل قبول نیست. شما دارید منت کسی را میکشید که کشورتان را نابود کرده. اصلا متوجه هستید چه دانشمندانی را از دست داده ایم؟ اصلا به هزینه های سرسام‌آوری که نزدیک به 1.5 تریلیون دلار پول برای، یا هزینه های اینکه ما یه چرخه سوخت هسته‌ای داشته باشیم که واقعا هم لازم هست، نباید ازش دست کشید. خرج کردیم، دانشمندانمان را زدن، سردارانمان را زدن، تجهیزاتمان را زدن. به جای اینکه بروید در شورای امنیت اقامه دعوا بکنید، خسارت بطلبید، دارید گدایی مذاکره میکنید. خجالت نمیکشید؟ اگر بروید با اینها مذاکره آشکار یا پنهانی بکنید، خائن به اسلام، خائن به ایران و خائن به خون تمامی کسانی هستند که جانشون رو در این راه از دست دادن. و لعنت خدا بر امثال مثل شما و کسانی که مذاکره بکنند. اگر مذاکره بکنید لعنت خداوند شما را خواهد گرفت.
و ما نیز از شما نخواهیم گذاشت. مذاکره مفهومی ندارد. اول شکایت، دوم درخواست جبران ضرر و زیان، سوم تعهد کتبی و جبران خسارت‌های وارده. و مذاکره زمانی اتفاق می‌افتد که شما و متحدانتان از گزند حملات دشمن نیز در امان باشید، بپذیرند که با متحدان ایران کاری نداشته باشند و صلح در فلسطین را، غزه را بپذیرند. تمام. آنان که میگفتند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، بکنم آنها هم درس عبرت گرفته باشند. جنگ اسرائیل با ما سر غزه و لبنان نیست، سر موجودیتش است. همان امری که سبب شد طناب دار حکومت محمد رضا شاه پهلوی را بکشند، به خاطر اینکه معاهده صلح یا قطعنامه صلح اعراب و اسرائیل رو ایران تنظیم کرد، لازم اجرایش کرد و ایران ژاندارم منطقه و عامل آمریکا بود و دستوراتش لازم الاجرا برای اسرائیل. اسرائیل برای اینکه جای ژاندارم منطقه و متحد اصلی آمریکا یعنی ایران رو بگیرد، شاه را برکنار کرد. پس فکر نکنید این جنگ را ایران با اسرائیل شروع کرد. آقای خمینی درست تشخیص داده بود. بعضی ها میگویند جنگ ایران و عراق را ایران شروع کرده بود. باز هم در اینجا اشتباه میکنند، چون قبل از اینکه جنگ اصلی با ایران شروع شود سالها بود ایران با دولت عراق با دولت محمد رضا شاه پهلوی می‌جنگید. صاف و ساده نباشید. ما میدانیم، خبر داریم، قدم‌های بعدی دشمنان ایران را میبینیم، به خاطر اینکه به حضرت بقیت الله الاعظم وابسته ایم. ببینید، مأمورم و شیفته این کار که ایران را تبدیل به ابرقدرت بکنم و مشکلات این مملکت را حل بکنم. آقای خامنه‌ای هم میفرماید: آقای خامنه‌ای، اگر دل در گرو مسلمین داری، به نیروهایت بگو که فرامین ما را اجرا بکن تا ما وارد مرحله بعدی نشویم. ما میخواهیم هم عاقبت به خیریه شما و هم عاقبت به خیریه خلق الله و همینطور عاقبت به خیریه خودمان نیز و دیگر مسلمین باشد. تقوای الهی در این است که کار را به کاردان بسپارید. ما میدانیم میخواهیم چه کار بکنیم. اگر ایران را تبدیل به خاکستر هم بکنند، ما 8 سال این کشور رو تبدیل به کشوری مدرن. جناب آقای پزشکیان، یا استعفا بدهید، یا اگر استعفا نمیدهید میخواید پای کار باشید، یاد بگیرید چطور باید کار انجام داد. آن وقت معاون اولتان جناب آقای عارف را که بنده زمانی هم معاون ستاد ایشون بودم در کنار بفرمایید، پست دیگری بدهید. خب بنده در خدمت شما هستم در سمت معاون اول. در کار بنده هم میتوانید نظارت را داشته باشید، اما در کم و کیف و تصمیمات ما نمیتوانید دخالت داشته باشید، چون گویا از مملکتداری و حکومتداری چیزی نمیدانید. ولی ما به شرط ادب شما را با تا حد ممکن مطلع خواهیم کرد و ما تمامی آسیب‌های وارده را در کمتر از 1 سال به بالاترین سطح دفاعی امنیتی خواهیم رساند و همینطور اقتصاد را از همان روزهای اول شروع به بهبود خواهیم کرد. اقتصاد سیستم بسته، اقتصاد بسته مدل کینزی، حالا یک موردی میتواند باشد، اما می‌دونم به بقیه اساتید و دانشجویان میگویم 80% 90% مدل‌های اقتصادی که وجود دارند دروغی بیش یا حقیقتی اندک
آغشته به کلیاتی اشتباه است و این امر سبب شده است که یک فرمول اقتصادی در یک کشور جواب بدهد، در یک کشور دیگر جواب ندهد. در اقتصاد واقعی را میدانیم، فقط برای اینکه دشمنان واقعی، دشمنان ایران و مسلمین با آن مسلط نشوند، تعدادی از اساتید به نام متحد، متخصص و دانشجویان را انتخاب خواهیم کرد، به آنها آموزش خواهیم داد که در این کار ساخت وطن به ما یاری رسانند. این هم در این رابطه. اما در رابطه با خرید تجهیزات نظامی که با وزارت دفاع، آقایان وزارت دفاع، بودجه نظامی مملکت ظرف یک سال باید به 40 میلیارد دلار برسه حداقل. در کنار این، با توجه به اینکه تحریم هستیم، سیاست‌های مختلفی است که باید در پیش بگیریم و این مملکت رو بسازیم. دشمنان از دست سر شما بر نخواهند داشت. شما 40 میلیارد دلار باید تجهیزات بخرید. میتوانید بروید درخواست بدید، هر چیزی را که میخواید بخواهید، پولش را هم اگر نداشتید به ما بگویید، ما میدانیم چطور آنها را متقاعد کنید که با شرایطی که ما ایران تعیین میکند به شما تجهیزات را بدهند و خواهند داد. اراده الهی هم بر همین است. اما سخنی با مسئولین امنیتی. آقایون، فرصت اندک است و گویا شما خواب بودید زمانی که یا عده‌ای سعی کردند این گونه باشید. خواب بودید و 2000 نفر جاسوس وارد این کشور شدند، نیروگیری. شکاف امنیتی و ضعف امنیتی بسیار بزرگی است. این بچه‌های بسیج رو به جای اینکه برای کارهای خورده پا بفرستید، مسلحشان بکنید، وظیفه بدهید در کنار ماموران نیروی انتظامی، محله به محله، تمام خانه ها گرفته تا تمامی مغازه ها، طبقات دوم، نمیدونم کوچه های که خانه هایی هستند خلوت و امن برای فعالیت های تروریستی و اینها رو برن همه رو بازرسی بکنند. هر محله بسیجش در کنار یک مقام نیروی انتظامی برود و بازرسی کنند، با صورتی گشاده یا خندان، با اخلاق، با مهربانیت با مردم برخورد بکنند و بگویند که این وظیفه است برای دفاع از وطن. با مردم تندخویی نکنند و همه را بگردند تا پیدا شود. ظرف 1 ماه باید تمام خانه ها را بگردید، تمام نمیدانم حجره های مسکوت مانده، کارگاه های تولیدی، به تمام کارخانه ها باید بروید یا سرکشی بکنید. هم آمار مهاجرین دستتون میاد، هم توفیقات فراوان به دست خواهید آورد و هم دشمن رو از داشتن ابزار فیزیکی یعنی سلاح مسلما خلق خواهید کرد. اشتباهات شما رو اگر بنا به پایتان بنویسیم نمیتوانید پرداختش بکنید. تو کسانی رو از دست دادیم که جبران کردن و جایگزین کردن اون افراد برای یک مملکت دشوار است. اگر 3 تا سگ را مأمور نگهبانی از دانشمندان هسته‌ای می‌کردیم، فکر کنم تا حالا نصفشون زنده بودن. شما گویا اصلا اینها رو محافظت نمی‌کردید یا اصولی که هست رو رعایت نکردید. اصلا نمی‌دانستید با کی چگونه برخورد بکنید. وقتی که اولین ترورهای دانشمندان سیاسی، دانشمندان هسته‌ای و شخصیت‌های سیاسی و همینطور شخصیت‌های نظامی من جمله شهید حسن تهران مقدم صورت گرفت، شما درس عبرت نگرفتید و اصلا دنبال این کار هم نرفتید که
شیوه رو عوض کنید یا افراد خاصی رو پیدا بکنید مشاوره بگیرید. میخواید چیکار بکنید؟ شما هم با ما در تماس باشید، تماس برقرار بکنید تا یادتان بدهید چطور جاسوسان را میگیرند. فکر کنم بیشتر مطالبی رو که میخواستم بگم گفتم، چیزی هم نماند. این رو هم به شما بگویم که خطر جنگ، آغاز جنگ مجدد هست. شما دشمنانتان رو گویا نوازش میکنید. اسرائیلی ها از مردن میترسن و شما مردن به آنها نمیدهید. این همه برج بود آنجا که هر کدامشان شاید بگویم میلیون ها دلار قیمت داشت. دنبال بناهای استراتژیک رفتید، درست، ولی آنها به ساختمان‌های مردم هم رحم نمی‌کردند. یهودیان آنجا را کشوری آباد می‌دانند. آنها از دست دادن مال خیلی می‌ترسند. بعد از دست دادن جان می‌ترسند. صدماتی که به ما دادند، شهدایی که به ما تحمیل کردند، رقمش با کشته‌های آنها یکی نیست، همخوان نیست. صدماتشان هم با ما یکی نیست. با چاپلوسی و تملق و بزرگنمایی افراد مست و سرخوش نشوید. شما نباید میگذاشتی حتی یک آسمان خراش یا ساختمان که نماد توسعه اسرائیل اشغالگر است در آن سرزمین باشد، چون همه آنها را حتی بزنید باز آنها به ما از نظر غرامت جنگی به ما بدهکارند، چون آنها شروع کردند. صدمات وارده بر تجهیزات ما چند 10 میلیارد دلار است. اما 6 میلیارد دلار در بهترین حالت ضرر کردند. به قابل مقایسه نیست. تدبیر پیش ماست، راه پیش ماست. بسم الله، بسم الله و بسم الله. بیایید شروع کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.